سلام دوستان، خدا کنه خوب باشین. دوستان امروز درباره کریمای مرطوب کننده براتون معلومات میتونم که پست خوب سعی مرطوب نگاه میکنم و آبرسانی میکنم. اولش ما براتون نشان میتونم ای که است از برند د اینکی لیست است دوستان، این تو براتون معلوم میشه و این ویتامین بی سی ای داره که بسیار فایده داره. ویتامین سی که است سفید میکنه و دیگه آنتی ایجینگ است که ضد پیری است و دیگه بی که است پوست بسیار نرم و ملایم نگاه میکنه و این همچنان بسیار پوست خوب و شفاف میکنه دوستان. این من به خود حال فعلا استفاده میکنم که برندش به نام د اینکی لیست است. این از ایسی پاریس بلژیم خریدم. شما میتونید از سفورم بگیرین، از دیگه آنلاین وبسایت هم میتونید بگیرین یا میتونید از دکان‌های مغازه‌های مسئولات پستان بگیرین. اینقدر قیمت زیاد نیست، ارزان است. از خاطر این ما شما میخوایم که معرفی کنم بهترین کریم است. درش پرفیوم اد نیست، بسیار خوب است. با پوست چرب بسیار خوب تاثیرات خوب داره و دیگه ای که ارزان است. از خاطر من به شما معرفی میکنم. قیمتش هم خانه 15 16 یورو است. بسیار خوب است. این میتونید شما اسکرین شات بکنین. این با پوست چرب است. و دیگه یک کریم دیگه که من تا استفاده کردم و زیاد خوشم آمده، الف کسمتیک است که این با پوست خشک است که بسیار زیاد پوستم تو خوب نرم و ملایم و مرطوب نگاه میکنه و آبرسانی میکنه که هم بسیار ارزان است. در این ویدیو من به شما دوستا مسئول را معرفی میکنم که ارزان باشه با پوست چرب و خشک و این که است با پوست خشک است دوستان. شما میتونید که فکر میکنم خانه 12 یورو 10 یورو میتونید که بگیرین. این میتونید که از وبسایتشون اوردر کنین، میتونید که آنلاین در گوگل که بزنین ایمیایا و میتونید شاید در دکان‌های پیش مغازه‌تون فروشگاهتون باشه میتونید از اونجا بگیرین. تا این من خودم از دوگلاس که نچم هلندی جرمنی است، من تا حالا در بلژیم اومده دکانش یک دانه از او گرفتیم. دوگلاس است یا دوگلاس است، هم یک چیز نام داره. اینی کریمش است. این رو میتونید شما اسکرین شات کنین بگیرین. و دیگه یک کریم دیگه که من دربارش یک چند وقت پیش معلومات دادم براتون که یک خواهر افغان ما برام روان کرده بود که یوم بسیار زیاد خوب است به نام بیوتی زاکیا بیوتی گلوری است دوستا. این آبرسان است که با پوست چرب و خشک هر دویش است. این یک ذره قیمتش بلندتر است مگر به حساب دیگه برندهای مثل استیلادر و دیور و شانل این چیزا یک ذره ارزانتر است. منتها بسیار زیاد خوبش است. ما بسیار نتیجه خوب دیدیم. در این میکاپ تون بزنین تا بسیار دیر میمونه رویتون، تو زیاد چرب نمیکنه. اگه پوستتون خوش باشه پوستتون خوب صحیح آبرسانی میکنه و پوستتون مرطوب نگاه میکنه. دیگه رو میتونین که شما از خود وبسایت زاکیا بیوتی گلوری اوردر کنین. ایرا حتما در اینستاگرامش برین یا در تیک تاک بهش مسیج بکنین. ایرا میتونین که اوردر بکنین. فعلا اینمی سه تا کریمایی که پیش من هسته که من استفاده میکنم، یار ما دارم دوستان و یار استفاده میکنم، زیاد راضی هستم. این رقم هر روز استفاده میکنم بخاطر از اینکه پوستم زیاد چرب است. و دیگه از خاطر که از این مسئول زیاد استفاده کردیم و دیگه بیخی از خستم شدیم، از خاطر یک برند دیگر ما پیدا کردیم که کوریایی است. کوریایی خب میفهمین دوستا که بسیار برند خوب است. به نام این برند به نام سکین 1004 است. فکر میکنم یک چک کنم بخاطر که غلط نگفته باشم. اسکین 1004 یعنی پست 1004 اسکین 1004. شما میتونید که تایپ کنین در گوگل براتون میاد. باز شما میتونید که آنلاین اوردر کنین. من خودم تصمیم دارم که آنلاین اوردر کنم. اون روز رفتم که میخواستم میره اوردر کنم، مگم کریم مرطوب کنندهش و ماسکش که بسیار زیاد مشهور شده بود این نبوده. از اون خاطر من انتظار هستم که پس این استاک بیاید باز من اوردرش کنم. حتما باز براتون دربارش ریویو میتونم معلومات میتونم. این پروداکت من زیاد تعریفش شنیدم، من دکترها تعریفش کردن، حتما اوردر میکنم. دیگه تا ویدیو دیگه براتون نشان میدم. اگر کدام چیز دیگه میخواستین که شما دربارش معلومات پیدا کنین حتما در کامنت با من نوشته کنین. تا ویدیوی بعدی خداحافظ.